اینم خونهش. This is their house. Come out. خیلی گشنش بود نه؟ اینا گربه‌های خیابونی هستن. بله که علی دوستمون داره بهشون میرسه، غذا بهشون میده، پرستاریشون میکنه. ایشون هم خجالت میکشن. یا غذاتو بخور، خجالت نکش. ایشون هم احتمالاً حامله باشن اینقدر گشنشه. دیگه اینا مال شما نیست دیگه، مال اونه دیگه. نه مال شما نیست دیگه. شما خوردی مال اینه. بیا بهش بدم. نرو دیگه، تو سهمتو خوردی دیگه. بیا بادم مدرسه. بیا دخترم بیا. گشنه دخترم بیا. اینم مالش بخور. گشنش اونم داره بخور. هوا سرده. اون اینجا غذا موقعی براشون درست امروز 8 اسفند 1400 هسته که برف شدید هم بیرون اومده و به اینا ما پناه دادیم. اینا تو همواری، اینا فضای دستشویشون، اینا پارکینگ. چقدر دوست داره غذاشو. خونهایی که علی براشون درست کرده برای گربه‌های خیابونی. مرسی علی.